السلام علیکم و رحمت الله. برادران و خواهران اهل ایمان و هموطن من، الله سبحانه و تعالی همگی ما و شما را به راه راست هدایت فرمایه و از نور ایمان که عطا فرما جدا نگرداند. بعدا این روزها چندین برادری هستند که در همین اینترنت خواه اون سراینده باشد خواه کسی دیگرش باشد، وقتی یک بنده خطاکار میبینند در حال به لعنت کردن میگذارند. ای تو مشرک، ای تو فلانی، کافر، روسیا و غیر و هاکذا. یعنی دوستانی من، بنده مسلمان هیچ وقت به خاطر 2 رکعت نماز و 2 آیت سوره که از خود کرد یک برادر مسلمان شه نباید لعنت کند. خب چون فقط الله سبحانه و تعالی میداند که کدام نماز من و شما مقبول درگاه و کدام تسبیح من و شما مقبول درگاه است. الهی که دعا و نماز هری که ما و شما را مقبول درگاهش گرداند. لیک دوستان من، اون انسان عرقنوش، اون انسان گناهکار که امروز شما لعنت میکنید، دعای بدش میکنید، شاید فردا یک چیز سبب میشد و هدایت از الله یک چیز سبب میشه و توبه صدق دل میکنه و در پیشگوی الله سبحانه و تعالی از شما دیده طبقه اون بالاتر می شود. پس خوب اندیشه کنید. اگر توانید نصیحت کنید برادر من، خواهر من، چه خوب می شد که این همین رفتاری خطایی که داری پرهیز می کردی، یعنی تکرار نمی کردی، راهی خوب کتی فهمانید. لیکن برادر مسلمان و خواهر مسلمان تونه با دعای بد و با سخنهای قبیح از دنیا و از ایمان و از اسلام ناامید نکنید. الله سبحانه و تعالی همگی من و شما را برای راست هدایت فرماید. السلام علیکم و رحمت الله.